از یک طرفی خرسندی بخش بود که اکنون دیگر اون گلها را به من میبیارن، نبیره های من، یعنی پاداش اون اعمالی که من کرده بودم. و اینه که از طرف دیگر باز من بسیار غمگین بودم که مادرم رو دیگر ندارم که این گلها را با او سپارم. شهری که آرزوهای من است، راست گپ بسیار میخواهم که پاریژ ببینم. پاریژ، اما متاسفانه تا حالا در پاریژ نبودم. من طرفدار اون هستم که ما هم به خط فارسی گذاریم، هم خط سیریلیک حفظ کنیم. خط سیریلیک با اون معنی حفظ کنیم که این خط آینده مثلا برای هم فرزندای ما، نبیره های ما اسود کردن مثلا زبان های اسلاویانی اونقدر دشواری پیش نآورد. و دیگر اینکه ما آثار 70 ساله 100 ساله ما قریب که به همین خط است دیگر حاضر. نویسنده های ما، شاعرای ما، بزرگای ما به همین خط ایجاد کردن. بنابراین با فکر من خوب است که هر دو خط باشه. در دیگر مملکت ها هستن، خیلی زیادن این خیلی مملکت هایی که مثلا نه تنها تجربه دو خط دارن بلکه تجربه دو زبانه دارن. از بس که پدرم مخلص، خدا رحمتی، مخلص بسیار سخت فوتبال بود، همیشه تمام فوتبال‌های جهانی را و دیگر را تماشا می‌کردن. اونا دائما من روزنامه ها رو می‌خوندن، روزنامه ها مخصوصا همین قسمت فوتبال و سپورت. و منم بعد دیگر وقتی که اومدم در خانه گفتم که همین خیلی امروز در مکتبی ما فوتبال شد و انا در اون فوتبال ما غلبه کردیم. همین خیلی گفت نباشه یک مقاله نویس به گزیت حقیقت کالخوزآباد، گفت کنه که یک بار نویس. همین خیلی بعد راستی که منم یک چیز نوشتم، پدرم گفت وای کرد، تحلیلش کرد. روزنامه ناحیوی حقیقت کالخوزآباد به همون روزنامه فرستادیم همونجا. صلاحش هم گذاشتم سیتوب محمد سلام. یک هفته بعد بود که همون اکای میاد نامرسانی دی همون گفت بچه حمد گفت این مقاله در چی برآمد از روزنامه حقیقت کالخوزآباد برآمد، از درباره فوتبال نوشته بودی. بعد دنبالش یک مکتوب اومد از رداکسیا، اومد که شما با هم همکاری کنی. اینامی تیمور خواجایف سرمحرری همون روزنامه حقیقت کالخوزآباد. دیگر منم همین خیلی راست گپ دیگر می نوشتم، دیگر درباره موضوعهای گوناگون می نوشتم. همین خیلی بله، مرگ احمد ظاهر سپارشی بود دادر عروسی برادرش محبوب الله میگفتن. و خب اونم دادر عروس برادرش هم نمیدانست که مثلا این کشته می شود، لیکن فرمایشی ممکن از طرفی وای بود، خواهری. من هم خیلی فکر میکنم، من تحمیل نکردم این فکر من با بالای سری کسی. و من هر وقتی که نوشتم در این باره، درباره مرگ احمد ظاهر، چند فرضیه‌ای که هست همه اون فرضیه ها رو گفتم. هم سه تا فرضیه هست گفتگی هستم، لیکن در اینجا من هم خیلی گفتنی هستم که ممکن که این کار با بیشتر با خواهشی خواهری همون خالیده این زن دویم احمد ظاهر بود که مجبوراً اون ازدواج کرده بودن. لیکن آخر برای کش می نویسی آذر یک جا مثال گازیت هم مثلا چوب هم کنن یک چیز نتیان پولد نتیان مثلا دیگر برای کی می نویسی. این چیزا مثلا یک چیزای برای یک ژورنالیست یک چیزی عادی است، یک چیزی عادی ترین است که مثلا این دانستن اینا به این ژورنالیست که پیش نمیره. مثلا اگر تو کامپیوتر را ندونی و تو اگر برنامه ها را ندونی، من در رادیو آزادی کار کرده بودم، در اونجا مجبور بودم که این چیزا را بآموزم، مثلا در کار کردن این ادوب ادیشن یا که مثلا فتوشاپ و دیگر چیزا را درست قید کرده که این خیلی ژورنالیست نیست دیگه. در ما در همین سن سال مثلا و همه خیلی چیزا را دانستنشون انا کم ژورنالیست، ممکن یک تا باشه دو تا باشه، ممکن نباشدم. راست دیگه من اگر بگم آرزوهایم از اون چیزی که من میخواستم زیادتر عمل شدن. هزاران بار شکرانه، هزاران بار از اون چیزی که میخواستم. من دیگر حاضر هیچ آرزو ندارم.